اما بریم وارد گروه سوم بشیم. گروه سوم آقای بیژن خلیلی هست. یعنی گروه سوم و تجربه سوم و تجربه چهارمی که من داشتم با 2 تن از ایرانیان یهودی تبار هست. حالا اولی و دومی ایرانی بودن، سومی و چهارمی یهودی هستن و اسرائیلی و دوستداران اسرائیل. خب اینها مشخص است که در واقع اگر اینها از من کینه‌ای داشته باشند که دارند، دلیلش کاملا مشخص. هرچند دلیل اول به خاطر انتقادات من از اسرائیل هست، به خاطر انتقادات من از نفوذ سرمایه‌داری ابراهیمی در ایران هست، به خاطر نفوذ ادیان ابراهیمی ویرانگر ایران هست و به خاطر نفوذ نژاد پرستی ابراهیمی یا سید کراسی و اونسی کراسی در ایران و انتقادات تندی که من انجام میدم. طبیعتاً دوستان یهودی که گرایشات متعصبانه سیونیستی دارن از من